علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله ذوالجلال در سوره نوح در اطراف فضیلت استغفار، یعنی استغفر الله گفتن صحبت میکنه. عجایب آیتی هست که انسان مسلمان به شنیدن همین آیه های مبارکه قرآنی شوقش زیاد می شود که دائم استغفار کنه و از پروردگارش، از آفریدگارش آموزش گناه طلب کنه. الله جل شأنه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. خدا می گوید که شما از آفریدگارتان، از من آمرزش گناه طلب کنید و خدا می گوید که من بخشنده هستم. و در دوام همین آیه مبارکه قرآنی بعد از این که خداوند گناهان بنده هاش می بخشه، می فرماید که استغفار شما برای شما فایده های زیاد می آورد. از جمله یرسل السماء علیکم مدرارا، من برای شما باران می فرستم. اگر در هر منطقه یا دولتی که قحطی آمد و باران در اونجا نبارید بر سبب گناهان مردم، خدا می گوید که استغفار را زیاد نمایید، من باران را بالای شما می بارانم. و یمددکم باموال و بنین، و اگر شما کم بغل هستید استغفر الله را زیاد تکرار کنید با اخلاص به الله جل شأنه. و یمددکم باموال، من برای شما مال می دهم. و بنین، و اگر شما پسر ندارید، فرزند ندارید، من برای شما پسر می دهم. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، و من برای شما جنت های می دهم که زیر اونها نهرها می رود. انسان های بی فرزند و بی مال و کسانی که قحطی بالای اونها آمده است و کسانی که بار گناه اونها را وزوینی می کند، یگانه راه نجات اینها استغفر الله می باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من در یک روز 70 و در روایت 100 بار استغفر الله می گویم، با وجود آن که الله جل شأنه گناهان پیامبر را همه بخشیده است، همه گناهان او را بخشیده است، لیکن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پی در پی همه وقت با استغفار روز خود را به پایان می رسانید. حتی بعضی از اصحاب پیامبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک مجلس ششتگیش از 70 تا 100 بار استغفر الله می گفت. و قال صلی الله علیه و سلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابو داود عن ابن عباس رضی الله عنهما. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم
در حدیث مبارکشان میفرمایند من لزم الاستغفار، هر کسی که پی در پی بر خود وظیفه میگرداند و هر روز استغفر الله میگوید، جعل الله له من كل هم فرجا، و الله جل شأنه از همه هم و غم دنیا الله جل شأنه برای او آسانی میارد، اونها را گم میکند. و من کل ضیق مخرجا، و هر مشکلاتی که داشته باشد انسانی که استغفر الله را هر روز به ترتیب میگوید، از همه مشکلات دنیا خدا او را بیرون میکند. و رزقه من حیث لا یحتسب، و برای او الله جل شأنه رزق میدهد، از جای رزقش میدهد که اصلا گمان او در اونجا نیست. روایت ابو داود از ابن عباس رضی الله عنهما. بندگان خداوند و امتان حبیب محمد صلی الله علیه و سلم، راه نجات شما، راه این که الله شما را می بخشد، راه این که از قحطی بیبارانی شما را خلاص می کند، راهی که خدا شما را مال می دهد، و راهی که شما را الله جل شأنه فرزند می دهد، و راهی که الله جل شأنه شما را جنات و نعیم نصیب می کند، راهی که خداوند از همه پرابلم های دنیوی شما را نجات می دهد و از همه مشکلات دنیاگی برای شما راه آسانی پیدا می کند، راهی که رزق شما را کشاد و وسیع و عاجل می کند. همین کلمه زیبای استغفر الله است که راه نجات شما و راه فایده شما در دنیا و آخرت است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.